سلام به همه شنونده های عزیزمون. خوش اومدید به یه قسمت دیگه از پادکست. امروز میخوایم درباره یه موضوعی صحبت کنیم که فکر کنم آرزوی خیلی از پدر و مادر هاست. اینکه چطور بچه‌ها رو از پای گوشی و تلویزیون بلند کنیم و یه کتاب بدیم دستشون. سلام به همگی. دقیقاً. خیلی از والدین فکر میکنن توی این دور زمونه کتاب خون کردن بچه‌ها دیگه غیر ممکنه. ولی واقعاً اینطور نیست. فقط قلق داره. آره واقعاً. من خودم خیلی وقتا میبینم والدین کتاب میخرن، هزینه میکنن، ولی بچه حتی نگاهش هم نمیکنه. امروز قراره 3 روش ساده رو بگیم که این قضیه رو عوض کنه. خب، بریم سراغ راهکار اول. ببین، مشکل اصلی کجاست؟ چرا بچه‌ها سراغ کتاب نمیرن؟ ببین، اولین نکته اینه. چیزی که جلوی چشم نباشه از دل هم میره. خیلی از ما کتاب‌ها رو می‌خریم و خیلی مرتب می‌چینیم توی قفسه کتابخونه. اون بالا. بچه اصلاً یادش میره که کتابی هم هست. خب باید چیکار کنیم؟ خونه رو شلوغ کنیم؟ نه لزوماً. ما یه روش داریم به اسم سبد کتاب. یه سبد یا جعبه کوچیک بردارید، چند تا کتاب جذاب بذارید توش و بذاریدش جایی که بچه همیشه اونجاست. مثلا کنار مبل جلوی تلویزیون یا حتی توی ماشین. آها، یعنی وقتی حوصله‌اش سر رفت به جای اینکه بگرده دنبال کنترل تلویزیون، چشمش بخوره به اون سبد؟ دقیقاً. وقتی کتاب دم دست باشه، شانس اینکه برش داره و ورق بزنه خیلی بیشتر میشه تا وقتی که مرتب توی کمد چیده شده باشه. خیلی جالب بود. بریم سراغ دومی. یه مشکلی که هست اینه که گاهی بچه کتاب‌هایی رو دوست داره که ما دوست نداریم. مثلا فقط کمیک دوست داره یا کتاب‌های خیلی ساده. اینجاست که میرسیم به روش دوم. به سلیقه کودک احترام بذارید و اجازه بدید خودش انتخاب کنه. حتی اگه اون کتاب از نظر ما خیلی بی‌محتوا باشه؟ بله. ببینید، هدف ما الان این نیست که بهش فیزیک کوانتوم یاد بدیم. هدف ما عادت سازی هست. اگه بچه احساس کنه کتاب خوندن یه تکلیف اجباریه که مامان و بابا انتخاب کردن، ازش فرار میکنه. پس یعنی اگه عاشق دایناسوره، همش براش کتاب دایناسور بخریم؟ دقیقاً. بذارید لذت ببره. وقتی عاشق ورق زدن کتاب شد، کم کم میتونید ژانرهای دیگر رو هم بهش معرفی کنید. ولی اول بذارید پادشاه انتخاب خودش باشه. درسته. پس زور و اجبار ممنوع. و روش سوم چیه؟ چطور خود خوندن رو جذاب کنیم؟ روش سوم اینه. کتاب خوندن رو تبدیل به یک نمایش یا بازی کنید. نباید مثل اخبارگوها برای بچه کتاب بخونیم. یعنی باید صدا سازی کنیم؟ دقیقاً. اگه تو داستان یه گرگه، صدات رو کلفت کن. اگه یه پرنده است، نازک کن. این کار باعث میشه بچه میخکوب بشه. و یه نکته طلایی دیگه هم بگم. حتماً، بگو. خودتون هم کتاب دستتون بگیرید. بچه باید ببینه که پدر و مادرش هم از کتاب خوندن لذت میبرن. نه اینکه به بچه بگن بخون ولی خودشون سرشون تو گوشی باشه. این خیلی مهمه. بچه‌ها بیشتر از این که بشنون، نگاه میکنن. مرسی از توضیحات خوبت. شنونده‌های عزیز، اگر شما هم تجربه‌ای دارید، حتماً برامون بنویسید. مراقب خودتون و کتابخونه‌های کوچولوتون باشید. خدا نگهدار. تا اپیزود بعدی، خداحافظ.